شت. نوشته ندا افغانی. والا افتخار میکنم به هر چیزی که اصالتی که دارم، افتخار میکنم. همین ندا افغانی ببین کجا رسیده، تو کجایی؟ اسکل انتر نجات پرست پست. خوشمزه میشه با این، ولی همش یه جا ریخته میشه، چیکارش کنم؟ نه اساس تون نیست، این کچابه و من غذاهای تون نمیتونم بخورم. حالا داره دعواتون میشه سر نجات پرستی. نجات پرست ها هستن و من اینجا رو نمیدونم، اینجا بعضیشون نجات پرست هستن. خب چون که خب ترکیه مثلا درسته به عنوان کشور مهاجر پذیر تبلیغش میکنن، ولی مردمش مغزشون مهاجر پذیر نیست، ذهنیتشون مهاجر پذیر نیست. تو کانادا، تو خیابونای کانادا راه میری، یه طرفت اینور چینیه، یه طرفت اینور افغانیه، یه طرفت اینور ایرانیه، یه طرفت اینور ترکیه، یه طرفت اینور عربه. خب اصلا تو خیابونای کانادا که راه میری اصلا انگار یه جهان داره باهات راه میره، از پس که از قشرهای مختلف هست. و این کشور، این جامعه کلا مغزشون اصلا هضم شده براشون، کاملا استقبال میکنن از مهاجرین. میدونی چی میگم؟ و تو فقط کافیه ریسیس باشی، بگی من بالاتر از بقیه هستم. من اینه چی بگم؟ نمیخوام بگم اینه سگ، ولی یه چیز چی بهش میگم؟ اینو اشغال میندازنت. میدونی؟ اینو اشغال میندازنت، یعنی از جرم آدم شاید مساوی باشه با جرم آدم کشی. تو کانادا ریسیس بودن، خیلی ذهن عقب موند. مثلا میگن این کلا ذهنش عقب مونده است، اینو باش معاشرت نکنین، اصلا کلا طردت میکنن. بعد مد ایران که ریسیس باشی، مثلا بگی این افغانی من ایران وای اصلا خدایا این بلا و گناه زشت و این فکر چیپ و پس رو از ما دور کن. حالم به هم خورد. خیلی گرمه به خدا، چیز ندارم. اینم الان باز کنم صدا میاد، پنجره باز کنم. گردنبندم تو کنسرت گمش کردم. گردنبند طلا بود، یادتونه نوشته بود یاسی، طلا هم بود، گم شد. بخیر تجربه من هنوز کرونا نگرفتم، هیچ علائمی ندارم از لحاظ ذهنی و جسمی. از لحاظ ذهنی من کلا آمادم، منتظر اومدنشم، ولی کرونا نگرفتم. خیلی برام عجیبه. واو، نمیتونم اینو بخوام چون داشتم حرف میزدم.
اینم نوشته فروخته کسمه. اسکل کی فروختمش؟ به همه چی شک داری؟ من بهتون حق میدم و وقتی توی مملکت زندگی میکنی که روز و شب بهتون دروغ میگن، به خدا منم بهتون حق میدم. به سایه خودم هم شک میکنم. من همه شما رو به فرار از ایران دعوت میکنم. البته شما فرار کنید خیلی خوشحالشون میشه، فکر نکنید ناراحت میشن. پول بیشتری از نفت و اینجور چیزا میتونن هاپالی هپول کنن. حالا اگرم باشین پول نفتی به شما نمیرسه. نمیدونم چی کار کنین. ما که اومدیم بیرون. بخشارم خالی ها، چی ندارم، ولی حوض میکنم برم بازش کنم. خب بذار ببینم این کار سگ و اینو ما چیزش کنم. خیلی گرمم میشه به خدا. میخوای فرار کنی پول ندارم؟ چطور پول نداری؟ چطور به من میگی برو ماشین بخر، فلان بخر، این لباسو بخر، اون لباسو بخر، به خودت که میرسه پول نداری؟ میگه خریدن من اینطوری براشون میکنم، به من میدن؟ نه باید پول بدم. چطور نشستی تو اتاقت سفارش میدی ندا چی بخره چی کار کنه، ولی به تو که میرسه پول نداری؟ گرمم شد. فاک. ندا کلر بخر، بفرما. سفارشات چیز شد دیگه. چی بخرم؟ گرممه. فاکین گرممه. پنجره باز کردم دیگه. شرمنده دشمنتون پرونده. آیا شما این ور بیاین؟ نوشته آرزو دارم زایی کم کامنت بخونیم. نوشته آرزو دارم ببینمت ندا. مرسی. گفتم مرسی. این احمق حواسم رو پرت میکنه. سرصدا که میاد حواسم به گوز بنده، به خدا سرصدا که میاد حواسم پرت میشه. آرزو دارم ببینمت. انشالله که میبینیم همدیگه رو. من اگه اعلام بکنم یه جایی هستم دیگه تشریف خودتون رو بیارید دیگه لطفاً. ندا خیلی قیافت معصومه. والا قلبم هم معصومه. من یه قلب فوق‌العاده معصومی دارم. پنکه بخر چشم. اینم رفت جز سفارشات. میگم سفارش میدین پولش هم میدین یا نمیدین؟ درآمدت از کجاست؟ از جیب بابات. این موها هنوز موهای چیزه ها. این آرایشگاه ترتری رفتم سغرا خانم. این هنوز از همونه. میبینید
صاف نیست. اینجا مخصوصا گود افتاده، مال همون آرایشگاه سغرا خانومه. گردنبندت کو؟ گردنبندم رو گم کردم، نمیدونم کجاست. درآمدش از ماهاست. درآمدش از ماهاست. آه خدایا. صبر کنم این احمق چه نگاش میکنن. چی ندا فراخوان بده فالوورات بیان تو خیابون دیگه وقت قیامته. به من چه میگی؟ من سیاسی ام. والا ندا واکسن زدی؟ نه نزدم. کلا الان وضعیتم تو حواس. نه نه تو کانادا هم نه اینجا وضعیت ثابتی دارم. درست میشه. گر صبر کنی ز قور حلوا سازی. گر صبر کنی ز قور حلوا سازی. ندا خواهرات کجان؟ این چه سوال گردیه میپرسی؟ چیکار خواهرم داری؟ چقدر من شما رو توی زندگی خودم را دادم به خدا. حالا مثلا برو از یه خواننده بپرس، از یه بازیگر بپرس، اگه نزد تو دهنت اصلا اینقدر شما با این خواننده ها، با این بازیگرها، با این هنرمندا فاصله دارید که اصلا همچی سوال هم به ذهنتون نمیرسه ازش بپرسین یا اصلا براتون اهمیت نداره. میدونی؟ بعد تقی به تو که میخوره هنرمندا رو با اینا قاطی نکنید. والا ما از هنرمنداتون خیلی بهتریم. یعنی من از هنرمنداتون خیلی بهترم. مردم بیشتر به من اهمیت میدن تا به هنرمنداتون. به خدا بیا میپرسه خواهرت کجاست، یخچال کی خریدی، فلان چه. اینقدر با من نزدیکن، اینقدر رابطمون اینطوریه، ولی رابطه شما با هنرمنداتون اینقدره بیشتر. 10 وجبه. ندا چرا واکسن نمیزنی اونجا؟ والا وضعیتم اینجا هنوز توریستیه. اقامت هنوز نگرفتم، منتظر نوبتم هستم، قرارم هستم. اپوینتمنت میشه چی؟ راندوو. الان به من میگی خب برو بخر. چقدر خوبه مشکلاتتون رو اینقدر سریع حل میکنی. خب برو. خب برای خوزستان آب بیاری. خب آها خوب شد الان گفتم اینو. There we fucking go. هیچی نداره. این چیه؟ چیه این؟ Oh my god خراب پژمرده شده. یه دونه هم بیشتر نیست. این چیه؟ اینو باورتون میشه که خریدم؟ اینو روزی خریدم که
یخچال خریدم. کی یخچال خریدم؟ بگم 1.5 ماه پیش. ببین وضع اصلا افتضاحه. من یه چیزی میگم شما یه چیز دیگه میشنوید. الان من شما رو گذاشتم توی یخچال. آیا منو میبینین؟ آها پرنسسمون صدا میده. گو خوردی نمیبندمت. گو مخور. به من چه؟ میخواستم یه سوالی کنم. بچه این توی یخچال بوده. حالا این ول نمی کنه. حالا ما رو به خدمت میرسونه. خب مرگه صدا میکن. صدا نکو. بیا ریدم. مثل سکینه میمونی. فقط واق میکنی. خب دیدین وضعیتمو یا ندیدین؟ دیدین یا ندیدین؟ وضعیتم خیلی خرابه. فکر کنم تو این وضعیت داغون من کرونا بگیرم.